اشتباه نکنید. وقتی که هوا بارونی میشه منطقه ما رو خیلیا با شمال اشتباه میگیرن. منطقه تهران دشت هستیم، یکی از روستاهای برند نمک‌کلان. همراه شما هستیم با یه ویلا به مساحت 600 متر. یه جای پارک عالی داره. استخر رو گوشه حیاط قرار دادن. خیلی خوب میشد که آب داشت استخر. 300 متر مساحت بناش هستش، یه بنای لوکس و لاکچری. همراه شما هستیم، داخلش هم با هم دیگه ببینیم. یه نکته خیلی جالب داره آخر ویدیو بهتون میگم. منظور از ارتفاع سقف بلند، منظورم یه همچین ارتفاع سقفیه. خیلی دستتون واسه چیدمان خوبه. یه آشپزخونه این انتها داریم با فضای صبحانه خوری، فضای نشیمن داریم. این ویلا 3 خواب داره، یه خوابش اینجا هستش. همراه من بیاید. یه ویو خیلی عالی داره که تو فصل تابستون بهار خیلی خوشگل میشه. 2 خواب دیگه، یه خواب دست راست هستش. یه ویو هم داره، لطف کنید بگیرید. خواب اصلی اینجا هستش. سورپرایزش تراس ویژشه. اگه آرزه قلبی داری اینجا رو اصلا نبین. به به آقا، چجوری تونستین توی یه زمین 210 متری یه ویلای به این خوشگلی رو بسازی؟ قیمتش فوق‌العاده است، لوکیشنش عالیه، یه تراس فوق‌العاده زیبا داره، چشم‌اندازش بی‌نظیره. بریم تو ادامه جذابیت‌های این ویلا رو با هم دیگه ببینیم. یه چند ثانیه با من باشین، یه چیز خیلی جالب و جذاب بهتون نشون بدم. فقط باید بین خودمون بمونه دیگه. باورتون نمیشه، بذارین اول برو ببندم. باورتون میشه اینجا فقط و فقط 300 متر زمین داره. آفرین. چجوری تونستیم توی یه زمین 300 متری یه ویلای به این خوشگلی رو بسازیم؟ جذابیت زیاد داره. این المان شیشه رو میبینین؟ داخلش یه درخت یوکا کاشتن که حس زندگی رو به داخل ویلا انتقال بدن. سقفمون هم اینجاست با این المانی که اینجا کار کردن. به سقف هم به صورت مسقفه هم به صورت روباست. بریم فضای داخلیشو با هم دیگه ببینیم.